بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران الاسلام، علم آموختن، علم و معرفت و هنر و این همه به خاطر چی هست؟ به خاطر که انسان با برکت زندگی کند، کامیاب زندگی کند، همیشه موفق باشد، راه راست هدایت همیشه پیروی کند. این هم به خاطر همین است. و انسانایی که علم دارند، کسب و هنر دارند، کدام کسب و هنری که نباشد فرق نمیکنه. وقتی که این کسب و هنر و علم رو که دارند، خیلی با عزت و با برکت و با سعادت زندگی میکنند. برای همین هم قرآن میگوید که اولو انسان‌های با سواد و با علم و معرفت و مانند انسانی بینا هست. اولو انسانی بی سواد و بی پروا و غافل و مانند نابینا هست. همین است، به خاطر همین است.